زمستان سال 1959 کوههای اورال در روسیه. 9 دانشجوی جوان از مؤسسه فنی اورال تصمیم میگیرند برای تمرین کوهنوردی به منطقه یخزده و دورافتاده سفر کنند. سرپرستشون مردی بود به نام ایگور دایاتلوف، دقیق، منظم و عاشق ماجراجویی. هیچ کدوم نمیدونستن این آخرین باره که کسی اونها را زنده میبینه. تاریخ حرکت 23 ژانویه 1959. اعضا 7 مرد 2 زن. وسایل کامل، نقشه ها، دوربین، دفترچه خاطرات و مواد غذایی برای 2 هفته. قرار بود از مسیر کوه اوتورتن بالا برن و بعد از 10 روز برگردن، اما هیچ وقت برنگشتن. وقتی گروه خبری ازشون نرسید، نیروهای امداد بعد از 2 هفته جستجو در 26 فوریه چادرشون رو پیدا کردن در شیب برفی وسط هیچ جا. اما چادر از داخل پاره شده بود، نه از بیرون، و وسایلشون هنوز داخلش بود. کفش ها، لباس ها، حتی کیف پول و دوربین ها. انگار نیمه شب در وحشت فرار کرده بودند، بدون کفش، با لباس زیر، توی دمای منفی 30 درجه. اجساد یکی یکی پیدا شدند. 2 نفر کنار درخت، پای آتشی نیم سوخته. یکی از اونها کف دستش سوخته بود، نشانه تلاش برای زنده موندن. 3 نفر دیگه در مسیر برگشت به چادر، انگار تلاش کرده بودن برگردن، ولی از سرما یخ زده بودن، بدنها در حالت خزیدن. اما 4 نفر آخر 3 ماه بعد پیدا شدن، در داخل یک دره، با جراحاتی که هیچ توضیحی منطقی نداشت. یکی از اونها جمجمه شکسته بود بدون هیچ اثر ضربه خارجی. 2 تای دیگه دنده هاشون خرد شده بود، انگار فشار عظیمی از داخل بدن رو له کرده بود. دختری به نام لودمیلا، زبانش، چشمهایش و بخشی از پوست صورتش ناپدید شده بود. پزشک قانونی نوشت قدرت وارد شده به بدنها مشابه تصادف با ماشین با سرعت بالاست، اما هیچ شکستگی یا کبودی سطحی وجود نداشت. مقامات شوروی سریع گزارش را بستند، در پرونده نوشتند علت مرگ نیروی طبیعی ناشناخته. ولی سوالها بی پاسخ موند. چرا چادر از داخل بریده شده بود؟ چرا نیمه برهنه وسط برف فرار کرده بودند؟ چرا بعضی لباسها دارای تابش رادیواکتیو بودند؟ سالها بعد شاهدان محلی گفتند اون شب در آسمان نوری نارنجی دیده بودند، مثل کره‌ای از آتش که آهسته حرکت میکرد. بعضی ها گفتند شاید آزمایش نظامی بوده، بمب صوتی یا سلاح جدید، اما هیچ سند رسمی منتشر نشد. در دهه 90 پژوهشگران غربی نظریه آوالانچ یا بهمن رو مطرح کردند، اما منتقدها گفتند هیچ نشانه‌ای از بهمن وجود نداشت. چادر هنوز سر جای خودش بود. برخی گفتن شاید موجودات ناشناخته، شاید ترس گروهی یا حتی نفرین محل، اما هر کسی که وارد اون منطقه شد یه حس مشترک گزارش کرد. احساس میکنی یه چیزی داره تماشات میکنه از پشت مه و باد. آخرین یادداشت دفتر گروه نوشته بود امشب هوا آرامتر است، امیدوارم فردا به قله برسیم. اون فردا هیچ وقت نرسید. امروز در مسیر دایاتلوف یه بنای یادبود کوچک است، روی سنگ نوشته شده به یاد آن 9 نفری که جانشان را در راه کشف از دست دادند، ولی محلی ها اسم دیگه‌ای براش گذاشتند، دروازه مرگ. چون هر سال کوهنوردهایی که از اون مسیر میگذرند گزارش میدن شبها صدای قدمهایی میشنوند و از پشت سر نورهای نارنجی چشمک زن میان و دوباره ناپدید میشن. و هنوز بعد از 65 سال هیچ کس دقیق نمیدونه اون شب چه چیزی باعث شد 9 جوان از چادر خودشون فرار کنن. شاید جواب زیر اون برف‌های یخزده مدفون مونده.
یا شاید اصلا نباید پیدا بشه.